250 خانواده دهه آرزوی ناحیه ظفرآباد که سالهای دراز در آرزوی آبی پالزی هستند اکنون در حسرت آبی آشامیدنی ماندند. ساکنان این دهه که زمانی شوروی از وادی زرافشان مهاجر شدند در این موضع سرحدی زمان اساساً به کشتی غله‌دانه مشغول بودند و در گذشته این مکان همچون زرن سوخاز شناخته میشد. حالا باشد در نتیجه به اعتباری مقامات محلی و مسئولین این ساحه مردم نه تنها برای کشت آب نمی‌یابند بلکه برای خود و چاروای خود نیز با مشکلی آب را دسترس می‌کنند. ساکنان این دهه به عنوان ما می نویسند که زیاده از 15 روز است چاهی عمودی دهه از کار مانده مردم چی پیاده و یا چی سواره از مسافه دور آب میکشانند تا زندگیشان را پیش برند. از روی گفت مردم محلی و کارشناسان احتمال چاهی عمودی در نتیجه فرو رفتن خاک در چقوری 57 متر از کار مانده است یا دیگر آب در این چقوری وجود ندارد. تا امروز در حالتهای صدمه و یا کار ناشایم شدن دستگاه این چاه خودی ساکنان از جیب خود آن را تعمیر می‌کردند و حالا باشد دیگر عاجز ماندند. مقامات ناحیه ظفرآباد در این مسئله چی پاسخ میگوید؟ کی مشکلی ساکنان این دهه راه حل می‌یابد؟